دخترکی که هنوز حیض ندیده است، پسر بچه‌هایی که به بلوغت نرسیدند، برای آنها روزه فرض نیست. و خواهران عزیز، بلوغت رو از کجا میشناسیم؟ دخترک همون روزی که حیض شد به بلوغت میرسد. اگر یکی بیمار باشد، الکی در دخترچه جسمی زنانه پیدا می شود، یعنی او را دیدن میگید نورس است. الکی او یک دخترک قدرس میگیم و قدرس می شود. عادتا 13 14 سالگی در تاجیکستان، بعضی ها حتی 12 11 سالگی هم، عموما در 13 سالگی اکثریت در تاجیکستان. اما در دولت های عرب 9 ساله 8 ساله حتی به بلاغت می رسند. اما پسرچه ها هم اساساً با احتلام شدن، اما از اینکه مثلا موی لبش میبراید، آوازش کمی قفس می شود، او هم چی می شود؟ قدرس می شود. به جسمش نگاه کرده به بلاغت می رسد، به یک سن و سال نگاه کرده نه. یعنی هر کودک به افزایشش نگاه کرده فرق میکنن. مثلا بعضی دخترچه شما در 11 سالگی الکی به بلاغت میرسد،